مسئولان در آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور میگویند یک تیم 8 نفره رشته پاورلیفتینگ یا مردان آیینی که از ولایت غور در مسابقات حوزه زون غرب کشور اشتراک کردند مقام دوم را در این مسابقات از آن خود نمودند و بعد از برگشت مورد استقبال گرم مسئولان ورزشی و باشندگان شهر فیروزکوه قرار گرفتند. خوشبختانه طی هفته گذشته تیم 8 نفری پاورلیفتینگ برابری استاد فردمت فردوس رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ ولایت غور در مسابقات حوزه غرب کشور بین 4 ولایت اشتراک داشتند که خوشبختانه تیم غور مقام دوم ولایتی را از آن خود کرده و همونطور 3 مدال طلا و 4 مدال نقره و 1 مدال برنز برای مردم ما به دست آوردند. این ورزشکارا به هزینه شخصی خود در این مسابقات اشتراک کردند و مسابقات دوستانه به میزبانی ولایت هرات بوده که تمام باشگاه‌های هرات در حضور داشته، ولایت نیمروز بوده، ولایت بادغیس بوده، ولایت غور بوده. بازم ما از ورزشکارای خود سپاسگزار و قدردانی میکنیم که همیشه در تمام بخشا اینا اشتراک دارن و افتخارات و قهرمانی‌ها را به مردم ولایت غور میارن. مسئول فدراسیون رشته پاورلیفتینگ یا مردان آیینی در ولایت غور دستاوردهای ورزشکاران این ولایت را در مسابقات زون غرب چشمگیر می‌داند و از حمایت‌های مسئولان آمریت تربیت بدنی و ورزش غور قدردانی می‌کند. ما تشکری می‌کنیم از آمریت محترم ورزش که در این مسابقات ما را همکاری کردند و ورزشکارها را تقدیر کردند، ورزشکارها را و بسیار خوش هستیم ازشان و امیدوار هستم که در آینده همچون ورزشکارها را بتوانند که یا حمایت کنند تقدیر بکنند. ورزشکار به تشویق ضرورت دارند. شماری از ورزشکارانی که در این دوره از مسابقات در ولایت هرات مدال کسب نمودند از برگزار کنندگان این مسابقه قدردانی میکنند. و تشکر میکنیم از رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ ولایت غور که بسیار یک تیم خوبی را با هماهنگی خودش و با تلاش خودش با زحمات شبانه روزی خودش آماده کرده بود تا اینکه دستاورد خوبی را به ولایت غور کسب کنه. این مسابقاتی که به میزبانی ولایت هرات برگزار شد خوشبختانه تحت نظر استاد عزیزم استاد فردمت فردوس کار کردم و زحمات زیادی بالای ما کشیدن که خوشبختانه توانستم مقام اول را به دست بیاورم و تشکر میکنم از آمریت ورزش ولایت غور بابت تشویق‌هایشان و حمایت از ورزشکاران عزیز. این مسابقات که به میزبانی ولایت هرات میان ورزشکاران 4 ولایت برگزار شده بود 8 ورزشکار به نمایندگی از فدراسیون پاورلیفتینگ یا مردان آیینی ولایت غور اشتراک کردند که سرانجام توانستند 3 مدال طلا 4 نقره و 1 برنز را به دست بیاورند.